یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، در جنگلی بزرگ، در زمانی دور، خوکی با 3 پسرش زندگی میکرد. اسم این بچه ها چی بود؟ آفرین، مومو، توتو و بوبو. یکی از روزها مادر این خوکا بچه هاشو صدا زد و گفت مومو بیا اینجا. توتو پس کجایی؟ بابا زودتر بیا. بعد به اونها گفت بچه ها شما دیگه بزرگ شدید، باید برای خودتون خونه بزرگ و زیبا بسازید تا بتونید زندگی جدیدی رو شروع کنید. بچه ها بعد از شنیدن این موضوع حسابی به فکر فرو رفتن و شروع کردن به حرف زدن. مادر به آنها گفت پسرای من، به جای این همه حرف زدن بهتره که برید سراغ ساختن خونه هاتون. وقت زیادی ندارینا. اون با خودش فکر کرد باید ببینم هر کدوم از بچه‌هام چه خونه ای رو میسازه. خونه کدوم محکم تره، خونه کدوم بزرگتره، کدومشون خونش قشنگ تره. مومو که از همه برادراش بزرگتر و از همه تنبلتر بود پیش خودش فکر کرد چرا باید این کارو بکنم؟ اصلا چه لزومی داره که زیادی زحمت بکشم تا خونم بزرگ و زیبا باشه؟ برای همینم خیلی سختی نکشید. با شاخ و برگ درختای همون اطراف برای خودش یه خونه کوچیک و معمولی ساخت. من خونه‌مو میسازم، اونو با کاه میسازم، حالا میرم فلوت میزنم، این ور اون ور گشت میزنم. توتو بچه وسطی خانواده بود و کمی زرنگ‌تر از برادرش مومو. اون در جنگل گشت و گشت تا خسته شد. توتو گفت چقدر این جنگل بزرگ و چقدر این کار سخته، باید بگردم و درخت بزرگ و بلندی پیدا کنم. اون با تنه درخت‌ها یه خونه چوبی متوسط و ساده ساخت. من خونمو با چوب میسازم، اونا خیلی زود میسازم، میخوام زودتر تموم بشه تا وقت بازی شروع بشه. بوبو فرزند آخر خانواده بود. اون بعد از شنیدن حرفای مادرش گفت وای چه خبر خوبی، بالاخره میتونم خونه آرزوامو برای خودم بسازم. بوبو از همه زرنگتر و باهوشتر بود، برای همین به سختی تلاش کرد. بوبو پیش خودش گفت درسته که باید تلاش کنم، اما میدونم که کارم نتیجه خوبی داره. مدت کوتاهی گذشت. یک روز مومو جلوی خونه در حال استراحت بود که گرگی بدجنس اونو دید. گرگ تا اومد مومو رو بگیره، مومو فریادی زد ای وای چه گرگ ترسناکی! برای همین فرار کرد و به خونه رفت و در و پشت سرش بست. گرگ بدجنس خندید و گفت الان با یه فوت خونتو خراب میکنم و تو رو میخورم. بعد یه نفس عمیق کشید و فوتی کرد و خونه مومو فرو ریخت. چون خونه مومو محکم نبود بلافاصله خراب شد. مومو ترسید و گفت کمک! کمک! یکی به من کمک کنه! و شروع به دویدن کرد. رفت و رفت تا به خونه برادرش توتو رسید. در زد و فریاد کشید تو در باز کن، گرگ دنبال منه، میخواد منو بخوره. توتو سری در رو باز کرد و گفت نگران نباش، خونه من محکمه، با فوت گرگ خراب نمیشه، بیا تو مومو. مومو سری داخل رفت و در رو بست. گرگه که مومو رو دنبال میکرد به خونه توتو رسید و قاه قاه خندید و گفت الان فوت میکنم و خونه شما رو خراب میکنم و هر دوی شما رو میخورم. بعد چند باری فوت کرد ولی چون خونه توتو محکم بود به راحتی خراب نمیشد. آخر سر گرگه خسته شد. پیش خودش فکر کرد که حالا چی کار کنم که بتونم اون دو رو بخورم؟ بعد یه چیزی به ذهنش رسید و پیش خودش گفت چون خونه تو چوبیه، اگه اونو به آتیش بکشم خوکا مجبور میشن که بیرون بیان، بعد اونا رو میگیرم و میخورم. برای همین خونه توتو رو آتیش زد.
دود همه جا رو پر کرده بود. خوک‌ها نمیتونستن نفس بکشن. مومو فریاد کشید کمک! کمک! و بعد توتو داد زد کمک! کمک! برای همین دوتایی از در پشتی فرار کردن و به خونه بوبو رفتن و در زدن و فریاد کشان گفتند بوبو در باز کن! گربه دنبال ماست! بوبو بلافاصله در رو باز کرد و راهشون داد داخل خونه. اون به برادران بزرگش گفت اصلا نگران نباشید، خونه من امنه و اصلا خراب نمیشه. گرگی که دنبال اونا بود رسید و دوباره قاه قاه خندید و گفت چه بهتر، حالا 3 تا خوک شدید و من هر 3 شما رو میخورم. بعد شروع کرد به فوت کردن، ولی هرچه فوت کرد خونه بوبو خراب نشد. فکر کرد اونو آتیش بزنه، ولی خونه سنگی بوبو آتیش نگرفت. گرگ بدجنس با خودش فکر کرد باید راه دیگه انجام بدم. خوکا که متوجه این موضوع شدن فکری کردن. بوبو گفت من یه فکری دارم. همون موقع خوکا بخاری رو روشن کردن و دم گرگ آتیش گرفت. گرگ فریاد کشید از لوله دودکش بیرون پرید و به سمت جنگل فرار کرد و دیگه برنگشت. بعد از این ماجرا مومو و توتو فهمیدن که هر کاری رو باید به بهترین صورت انجام بدن، تلاش بیشتری کنن تا خطر کمتری اونا رو تهدید کنه. بوبو هم به اونا قول داد در ساختن خونه جدید کمکشون کنه.